عمر دید مرد با فرزند خود، با تعجب نگریست مفتون شد. مگر روز حضرت عمر رضی الله عنه هنگام بررسی امور بود، ناگهان چشمش به یک پدر و پسری افتاد که آنها بی نهایت به همدیگر مانند بودند. چگونه که یک سیب را دو کفان میکنی همدیگر در مانند است، همچنان میگه مانند بودند. حضرت عمر نگاه کرد به این پدر و پسر، گفت من باری اول است میبینم که پدر به پسر اینقدر مانند باشد. این مرد قسم خورد، گفت به خدا قسم ای امیر المؤمنین، این پسر را مادرش در قبر تولد کرده است. حضرت عمر رضی الله عنه با تعجب نگاه کرد، گفت وای بر تو، چگونه مادرش در قبر تولد کرده است؟ مرد گفت من همراه لشکر سفر کرده بودم، مادر این فرزندم حامله بود، در خانه تنها ماند. وقتی وداع کردن به این همسر گفتم این طفلی که در بطنت هست به الله امانت میگذارم. مرد باز گفت وقتی که از سفر بازگشتم شنیدم که همسرم از عالم چشم پوشیده است. مگر روز با پسر عمکم در نزد یک قبرستان بودیم، ناگهان میگه از قبر یک روشنی در چشم میزد. با پسر عمکم گفتم این چیست؟ پسر عمکم گفت نمیدونم، چند روز شد مشاهده میکنم همین روشنایی از قبر همسری تو است. وقتی میگه این سخن شنیدم تبر گرفتم و خواستم قبر را سوراخ کنم. وقتی قبر را سوراخ کردیم نگاه کردیم که یک طفل در قبر زنده است. ناگهان میگه از غیب ندای آمد، گفت ای امانت گذار، امانتت را بگیر. اگر تو مادر این پسر را امانت می سپاریدی او را زنده دریافت میکردی. الله اکبر. به خدا که امانت گذاشت خداوند طفل را بازگرداند. و اگر امان لحظه میگه مادر را امانت میگذاشت خداوند همون مادر را میگه زنده به این بر میگرداند. میگه وقت طفل را از قبر گرفتیم قبر میگه سوراخیش محکم شد. وای بر ما، هر جای میریم نه فرزند خود نه مادری نه همسر خود را به خدا امانت نمی سپاره. این هم بود قصه در زمان حضرت عمر رضی الله عنه. باور کنید در خواندن این قصه وجودم گریه کرده است. ببینید مهربانی خداوند. خداوند وعده کرد وفا میکنه. به خدا امانت سپاریدی فراموش مکن، خداوند در امانت خیانت نمیکنه. هرچی امانت به خدا دادی انشاءالله که امانتت پاس میگردد. در یاد بیارید قصه حضرت یعقوب و یوسف را، چگونه که حضرت یعقوب حضرت یوسف را بلاوه امانت گذاشت او را از دست داد. چگونه که بنیامین را به خدا امانت گذاشت او را به دست آورد. یا میگن مهربانی خداوند.